چطور؟ نیم تنه بودم، نیم تنه بالا، یعنی از کمر به بالا بودم، از کمر به پایین. نیم تنه به پایینم هیچ درکی بهش نداشتم، اصلا وجود نداشت انگار برای من، نمیدیدمش. سرم نزدیک سقف بود، بالا، یعنی شاید اگه یه خورده بالاتر میرفتم سرم میخورد به سقف. 3 گوشش بود دیگه. مثلا این تن من بود، اینجا سر من بود، سمت چپ من، پای من سمت راست من بود، منم اینجا وایساده بودم زیر سقف 3 کنج دیوار. از اینجا منتقل شدید رفتید 3 کنج؟ یه دفعه خودم رو دیدم اونجا. من دیگه خودم رو متعلق به اون جسم نمیدیدم. میفهمیدم که من با اون جسم بودم تا الان، ولی از اون فاصله گرفتم دیگه. اون داوود اصلی اونیه که نزدیک سقفه. بعد دیگه از اینجا به بعد من داوود، اون داوود روی تخت نبودم. هر اتفاقی که از اینجا به بعد افتاد برای من، دیگه اون داوود متفاوت یا جدا از اون داوودی که روی تخت دراز کشیده بود. یه خورده حیرون شده بودم، برام یه چیز عجیب و تازه‌ای بود، چون هنوز نفهمیدم چی شده، چه اتفاقی افتاده، من تو چه شرایطی هستم، هنوز نمیدونستم. دور و برم رو نگاه کردم که ببینم اینجا کجاست، من کجام، چون هیچ ذهنیتی، دیدی نسبت به اون جایی که بستری شده بودم و نداشتم. وقتی که من آوردن اونجا بستری کردن، من بیهوش بودم، ندیدم چه شکلی هست، چه محیطی هست، کی هست کی نیست، هیچی رو ندیدم. حتی موقعی که روی تخت گذاشتنم هم اصلا یادم نمیاد، به خاطرم نیست. ولی وقتی که از اون جسم فاصله گرفتم و اومدم رفتم با فاصله بالا سر خودم، سمت راست خودم، شونه سمت راست خودم با فاصله از بالا نگاه میکردم، بعد محیط رو نگاه کردم ببینم اینجا کجاست. روبروم پنجره نبود، شیشه بود، شیشه سکوریت بود. بعد یه نگاه که چرخوندم محیط رو ببینم کجام، دیدم که حدوداً فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 10 نفر دیگه هم توی اون بخش بستری بودن روی تخت‌ها. بعد سمت راست خودم یه دفعه دیدم یه صدایی میاد، یه اینجوری نگاه کردم، یه دفعه دیدم یکی هم بغل دستم مثل خودمه، نیم تنه پایینش نداره، نیم تنه بالا، اونم به صورت عمود همینجوری به فاصله یه شونه، یه نیم متر مثلا با من فاصله داشت، تو همون 3 گوش نزدیک سقف. خیلی ناراحت بود، عصبانی بود، حدوداً فکر میکنم بین 70 تا 80 سالش بود. آقا خانم؟ مرد بود. اون جایی که